Hello everyone, my name is Tina. سلام به همگی و من تارا هستم. I'm here to invite you guys to the grand Sinza Bedar celebration in the city of Port Coquitlam. ما شما رو به جشن بزرگ 13 بدر در پورت کوکیتلام دعوت می‌کنیم. The Tri-City Futsal, with the support of Port Coquitlam in collaboration with the Iranian Arts Center, invites you to this fun and unforgettable event. Tri-City Futsal Academy با حمایت شهر پورت کوکیتلام و با همکاری مرکز هنرهای ایرانی شما رو به یک رویداد به یاد ماندنی و شاد دعوت می‌کند. So this event is going to be full of laughter, fun, live music, DJ, and dancing, and even more fun activities like mini soccer, dodgeball, and tug of war competitions. این مراسم قرار پر از شادی و خنده و موسیقی زنده و دیجی و مسابقاتی مثل طناب کشی، مینی فوتبال و وسطی و خیلی بیشتر باشه. So we're waiting here for you guys at the Gates Park in Port Coquitlam on March 30th at 12 p.m. پس ما منتظر شماییم در گیت پارک پورت کوکیتلام مارچ 30 در ساعت 12. So bring all your friends and family, and we're so excited to celebrate this event with you guys and make memorable memories. پس با خانواده و دوستاتون بیاین اینجا تا بتونیم یک روز به یاد ماندنی رو با هم بگذرونیم. See you on the 30th! عید اومد و با 13 بدر شد، 13 بدر و 13 بدر شد، غمهای گذشته دست به سر شد، 13 بدر و 13 بدر شد، باید که بری از خونه بیرون، گل پا به سر کوه و کمر شد، 13 بدر و 13 بدر شد، ایام خوش فصل بهاره، مجنون واسه لیلی بیقراره، 13 بدر و دامن صحرا، دل در طلب گشت و گذاره، امسال وقتی شوهر امسال چیزی که برابونه دختر پسر امسال 13 بدر